الو. لبیجان. سلام علیکم. و علیکم سلام. روزتون بخیر باشه استاد. خدا خیر برکتتون که سلامت باشید. خدا شما رو برکت یا. سلامت باشید. سوال در زنگ زدیم استاد عزیز. لبیجان. تشکر میکنیم که چند وقت پیش برای همین افرادی که از قوای بازدید محروم برای کتاب‌های قرآنی تاجیکی بسیار دستگیری خوب کرده. خداوند جزای خیرتون که همین قرآن به عربی هسته برای نوبیناها. خب برای همین عربی را یاد گرفتن. برادر عزیز ما برنامه مستقیم یوتیوبی داریم. اگر شما بله من به همون خاطر شما در باشد مرحمت. همین مثلا قرآن عربی را آموختن با یک پیشنهاد داشتیم شما در لبیجان. اگر انشالله هم یک کاری ثواب میشید هم یک زنچید همین قرآن حتی ما آموزگاری داریم تو آموزگاری داریم که در حتی آموزگاری که اینطور همین مدرسه دا مثل اون سیب دیدا کنه که همین افراد نابینا را هم خط یاد گیره. همین مسئله در شما چی میگه برای اجازت گرفتن؟ برادر عزیز من سوال شما را فهمیدم جواب میگم. مایلش خدا خیر برکت دهد. خب برای آموختن قرآن حالا که همه تلفن قریب 20 تا 30 تا 50 تا قاری و تعلیم قرآن در تلفن هست. این راهی وسیله سبکترین آسانترین. درست که ما چند سال یعنی پای در پای برای نوبینا قرآن به خط بریلی تقسیم کرده بودیم و حالا هم بسا خواهش زیاد شدگی است که ما میخواهیم قرآن رو بآموزیم. نوبینایی که داریم یعنی مراجعت کردگی هستن که برای آموختن قرآن یا خواندن قرآن به ما یعنی قرآن رو با خط بریلی خب دسترس کنید. ما در کوشش هستیم انشاءالله با امید پروردگار به نزدیکی ما یک عدد زیادی از قرآن‌های با خط بریلی برای نوبیناها آماده میکنیم. میشد که حالا دیگر همون نوبیناها هم یعنی اکثریت کلی نوبیناها بشه یک فعالیت و قابلیت ذهنی عجیبی دارند. یعنی فوق العاده هستند در از خود کردن در از بر کردن خو شعر باشد خو قرآن باشد خو متنی باشد خو هر چیزی که باشد. یعنی پروردگار از دیدن هم که معنیشون کرده باشد حالا از دیگر جهت از یک جهت پروردگار بگیرد از دیگر جهت میدهد. یعنی همون یک معیوبی که هست حالا معیوب هم باشد پروردگار از یک جهت به اون دودگی هست. در یک مسئله خیلی مهارت بلند دارد است. یعنی هیچ انسانی ممکن نیست که در یک مسئله یا یک طرف زندگی یا یک کسب و کار مهارت نداشته باشد. تمام انسان یعنی یک مهارت دارد. خصوصا نوبیناها در از خود کردن حفظ کردن بسو یعنی ذاکره یا که ذهنی قوی دارن یعنی قابلیت ذهنی خیلی فوق العاده دارن. حالا میشد که با خط بریلی یعنی با دست یعنی اون رو هم بخونن و هم گوش کنن به واسطه تلفن دیگر. یا اینکه از افراد خانه یک نفری که میدونند با دیگر نفری تعلیم میدهد قرآن رو بهترین یعنی کار است. یا اینکه میشد یک آموزگاری یعنی برای تکمیلی خب قرائتش یا دیگرش یعنی برای خود یعنی انتخاب کند میشود کاری ثوابی هست.